آقای خسروی عزیز سلام، خیلی خوشحالم از آشناییتون، وقتتون بخیر باشه. یه سوال و اولین سوالی که برای من شخصا به وجود میاد اینه که شما چرا انقدر دایناسور دوست دارین؟ حداقل میدونم که نزدیک 24-5 ساله که درگیر این دایناسورها هستین. داستان دایناسورها برای شما چیه؟ سلام. دایناسورها جذابند. چرا دایناسورها جذابند؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم اگر تاریخ علم رو نگاه بکنیم یه اتفاقاتی در تاریخ علم افتاده، نقاط عطفی در تاریخ علم روی داده در گذشته های دور. حالا شاید مثلا جدیدتریناشون مال چند دهه پیشتر هستن، اما تحول در دانش ما نسبت به ماهیت دایناسورها و زیست شناسیشون تازه از حدود 24-5 سال پیش شروع شده و ما در حقیقت در خم یک تحول علمی نسبت به حیات هستیم. به بهانه شناخت دایناسورها این تحول در حقیقت رقم زده شد. چه جالب. پس ما الان باید 2 تا سوال مختلف ازتون بپرسیم. یکی این که شما 24-5 سال پیش قبل از اینکه بخواید تحول رخ بده چی تو دایناسورها دیده بودین که قبل براتون جذاب بود؟ و دوم این که این تحول الان چیه و چه چیزی توی کشف دایناسورها، مگه چیزی جز 4 تا نمیدونم خزنده قدیمی هم با سری استخوان‌های بزرگ که ما داریم مثلا می‌بینیم و یه 4 تا فیلم علمی تخیلی براش بسازن دیگه، اون تحول چیه؟ اون جواب هر 2 تا سوال رو من با یه سوال جوابش رو شروع میکنم. وقتی میگی 4 تا خزنده قدیمی تصورت از خزنده چیه؟ یعنی وقتی میگی خزنده چی تو ذهنته؟ معمولا تمساح و کروکودیل و مار و اینا میاد توی ذهنمون دیگه. خب اینا چه ویژگی هایی دارن؟ مثلا یه سری پوست کلفتی دارن، تخم گذارن، مثلا یه حالت بعضا شکارچی ان، یه چنین چیزی معمولا میاد، مثلا خون سردن. نهایت چیزی که تو ذهنمون میاد در مورد خزنده این شکلی. خب حالا من یه سوال بپرسم. مثلا گربه ماهی. خب گربه ماهی پوستش کلفت هست یا نه؟ بله پوست کلفتی داره. تخم گذار هست یا نه؟ بله تخم گذاره. گوشتخوار هست یا نه؟ گوشتخوارم هست. بله. پس خزنده هست؟ نمیدونم. اینم چالش قشنگیه. چالش قشنگی نیستش. نه خزنده نیست. نه. پس این چیزایی که در مورد خزنده ها گفتی اینا اختصاصات خزندگان نیستن. خب به من بگو توی ذهنت تصوری که از یک خزنده مثالی داری چیه؟ اولین چیزی که میاد تو ذهنم به عنوان خزنده مثلا اگر بگید مثلا پستاندار شد، اولین چیزی که میاد تو ذهنم مثلا انسان باشه. اولین پرنده‌ای که میاد تو ذهنم مثلا کفتر باشه. اولین خزنده میاد تو ذهنم یه کروکودیل یا یه مثلا تمساحیه که توی مثلا تلویزیون دیدم و بعد این تمثیل هایی که مثلا ارائه دادم یه جوری همون کروکودیل‌ها تمساح رو داشتن بیان می‌کردم. اون تو ذهنم شکل گرفته بود. دونه ویژگی اینو تصور می‌کردم. اونه که گفتی نه ویژگی خزنده بود نه ویژگی تمساح. خب ویژگی‌های تمساح نسبت به باقی خزندگان مثلا یکیش اینه که تمساح‌ها در بین خزنده‌های امروزی دیواره قلبشون کامله. خزنده‌های دیگه مارمولک ها و لاک پشت ها و اینا قلبشون 4 حفره‌ای هست. درست. اما دیواره بطنشون ناقصه و یه سوراخی توش داره. درست. در تمساح‌ها دیواره کامله و هیچ سوراخی درش وجود نداره. شبیه قلب خود ما شده. ما پسان دارم مثلا توی حدی. تقریبا میتونیم بگیم برعکسش. خب این یکی از ویژگی هایی که تمساح‌ها دارن. یا مثلا یه ویژگی دیگه که تمساح‌ها نسبت به باقی خزنده ها دارن اینه که پوسته تخمشون پوسته آهکیه مثل تخم پرنده ها. یه ویژگی دیگه که تمساح‌ها نسبت به بقیه خزنده ها دارن اینه که توی چشمشون غدد اشکی هست که اینها کمک میکنه نمک اضافی بدن رو دفع بکنن. درست. بازم مثل بعضی از پرنده ها. اینا ببین وقتی صحبت از ویژگی های تمساح ها میکنیم منظور اینه. مثلا یه ویژگی دیگه تمساح ها اینه که توانایی محدودی در استفاده از ابزار دارن. درست. مثلا بعضی از تمساح ها دیده شده در طبیعت که یه چوبی رو روی پوزشون نگه میدارن، زیر آب مخفی میشن،
پرنده هایی که برای ساخت لانه دنبال ترکه های کوچک هستن، وقتی میان چوبو بردارن تمساح اینا رو شکار میکنه. درست. یعنی هم توانایی فریب دادن رو دارن، هم توانایی این که بدونن چطوری پرنده رو فریب بدن. یا اخیراً جاهای دیده شده که تمساح‌ها یک دست خودشون از آب بیرون نگه می‌دارن و از فاصله دور، چون دست 5 انگشتی است، شبیه دسته انسانیه که انگار داره غرق میشه و افرادی که مثلا برای نجات میرن اینا شکار میشن. خب اینا ویژگی هایی است که تمساح داره و بقیه خزنده ها نداره. وقتی از ویژگی صحبت میکنیم یعنی همچین چیز. درست. یعنی خیلی وقتا این ویژگی هایی که ما به صورت بیرونی و عوامانه به قضیه نگاه میکنیم خیلی اتفاقا گولزنکن. خب خیلی وقتا فنی و عمیق‌تر بهش نگاه بشه تا نه مشخص ویژگی یعنی چیزی که ویژه اونا و بقیه نباشه. بله. حالا ویژگی خزندگان چیه؟ واقعا نمیدونم. یه ذره فکر کن. آره شروع کنم فکر کردن، دوباره یه خزنده دور تو ذهنم تصور بکنم و بتونم بگم یه چیزی مخصوص خزنده ها باشه که توی پستانداران یا توی پرندگان نباشه و مثلا پوستشون فلس داشته باشه. خب توی پستانداران و دوزیستان نباشه. خب درسته. فلسی که خزنده ها توی پوستشون دارن از پروتئین بتا کراتین، این نه توی دوزیستان هست نه توی پستانداران هست. یعنی شاید فلس وجود داشته باشه توی بقیه گونه ها ولی جنسشون دیگه یکی نیست. جنسش بتا کراتین نیست. درست. یا ساختارش یا تکوینش با فلس خزنده ها یکی نیست. درست. خب دیگه چه ویژگی‌هایی فکر می‌کنیم مثلا خزنده ها داشته باشن که دوزیستان ندارند و پستانداران هم ندارند؟ چه فرآیند راه رفتنشون باشه یا برای مثال توی هیچ ویژگی نمی‌تونی پیدا بکنی که فقط توی خزنده ها باشه، توی پستانداران یا توی دوزیستان نباشه. مثلا تخم گذاشتن. درست. همه موجودات زنده در حقیقت موجودات زنده‌ای که جوانه نمیزنن و تقسیم سلولی نمیکنن برای تولید مثل تخم میگذارن. حالا ممکنه که این تخمو بذارن رها کنن برن، ممکنه از تخمو پیش خودشون نگه دارن یا داخل شکمشون نگه دارن تا این تخم تبدیل بشه به یک بچه کامل. درست. حتی پستاندارانی هم هستن که تخم میگذارن. یعنی به اون معنی که دیوار آهکیه یا مثلا سفت و سختی کنار شکل بدن و خارج از بدنشون بشه هم ما توی پستانداران داریم. پستانداران داریم بله. و البته یه ویژگی هستش که تخم اینها داخل کیسه آمنیوتیک باشه. خب پستانداران هم همشون تخمشون داخل کیسه آمنیوتیکه. درست. من و تو هم داخل کیسه آمنیوتیک رشد کردیم. درست. این یکی از ویژگی‌هایی هستش که در پستانداران و خزندگان دیده میشه. یه ذره این کیسه آمنیوتیک رو توضیح میدین که چه ساختاری چجوریه؟ کیسه آبی که هم تو پستانداران هست هم تو خزنده ها هست، این تو دوزیستان نیست، تو ماهی ها نیست. این کیسه آب در واقع استخر اختصاصیه برای اینکه دیگه اجداد ما مجبور نباشن برن تخمشون رو تو آب بذارن. یه چیزی اضافه شده به تکوین جنینیشون که بتونن بچه‌شون رو تو استخر اختصاصی خودش رشد بدن برای حفاظت بیشتر. توی خزنده ها این کیسه آمنیوتیک داخل تخمه. درست. و توی پستانداران میتونه توی تخمشون باشه، میتونه داخل رحمشون باشه، ولی به هر حال اون سر جاشه. درسته. بقیه قسمت‌های تخم مثل کیسه زرده که بازم هم تو پستانداران هست هم تو خزنده ها هست، تو دوزیستان و ماهی هم هست. ولی کیسه آمنیوتیک یه چیزی هستش که در خزندگان و پستانداران اختصاصاً دیده میشه و در نیای مشترک اینها تکامل پیدا کرده. خب حالا من یه جنبندی بکنم ببینید اگه اشتباه اصلاح هم بکنید. یعنی تا الان ما اینجا فهمیدیم که بین خزنده ها و پستاندار بقیه جانوران فرق خاصی نیست جز این که این فلسه از یه جنس خاصیه و بقیه فرق خاصی هست. فرق یعنی یه تفاوت ویژگی خاصی. این جمله که تو داری میگی معنیش یه چیز دیگه است. یه ویژگی خاصی که مختص خزنده ها باشه اون فلسه است. فقط این فلسه است. ویژگی‌های دیگه هم هست. ویژگی‌های تو استخوان بندیشون هست که توضیح دادنش یه ذره اینجا بدون اینکه من نمونه استخونش رو بتونم به شما نشون بدم خب امکان پذیر نیست. ولی ویژگی که همینطوری بخوایم در موردش صحبت بکنیم، بله
وجود فلسی که از جنس بتاکاراتین باشه این فقط در خزنده ها وجود داره. اما وقتی که میگید فرقی بین خزنده و پستاندار نیست، چرا؟ پستانداران یه ویژگی هایی دارن که خزنده ها ندارن. درست. خب حالا برگردیم به سوال اولت. دایناسورها تصورت این بود که خب اینا یه گروهی از خزنده ها هستن. بله. الان با توجه به اینکه فهمیدی خزنده ها موجوداتی هستن که تخم آمنیوتیک دارند مثل پستانداران، بله. و برخلاف دوزیستان و ماهی ها، و پوستی پوشیده از فلس های بتاکاراتین دارن، خب به نظر تو یه همچین موجودی آیا امکانش نیست که مثلا خونگرم هم باشه؟ ممکنه طبق این تعریف که با هم دیگه داشتیم چیز عجیب غریب به نظر نمیاد. نه اصلا هیچ جایی ما تو این تعریف نداشتیم که خزندگان محکومن به خونگرم بودن یا محکومن به خونسرد، یا پستانداران خزندگان محکومن به خونسرد بودن یا پستانداران محکومن به خونگرم بودن. پستاندار خونسرد همین الان هم وجود داره. چه جالب. مثالش رو بگید. یه جونده‌ای هست به نام موش برهنه، موش حفار برهنه. درسته. که به صورت یوسوشیال زندگی میکنن، به صورت گروهی زندگی میکنن، همونا رو. بله. و چیز مولورت. درسته. بله. این پستاندار توانایی تولید گرما و حفظ گرمای بدنش رو از دست داده. درسته. و البته فقط اینها نبودن که اینجوری بودن. مثلا تا چند هزار سال پیش در بعضی از جزایر دریای مدیترانه بزهای زندگی می‌کردند که اینها هم خونسرد شده بودن. یعنی نه تنها توانایی حفظ دمای بدن رو از دست داده بودن، بلکه دمای بدنشون کاملا متغیر بود مثل خزنده ها، و سرعت رشدشون کم بود، سرعت متابولیسمشون کم بود، و احتمالاً به خاطر اثر زندگی در جزیره و محدودیت منابع به این سمت رفته بودن. برعکسش هم هست. حیواناتی که ما عادتاً تصور میکنیم اینا باید خونسرد باشن، اما سرعت رشدشون، سرعت سوخت و سازشون و توانایی تولید و حفظ گرمای بدن توشون به نحو روشنی وجود داره. یه نمونهش تگوهای آرژانتینی. تگو یه خزنده سوسمار آرژانتینیه، تقریباً با ظاهر کمی شبیه مثلا بزمجه، که نکته جالبی که داره اینی که این تگوی آرژانتینی هم دمای بدنش رو از محیط بالاتر نگه میداره، هم دمای بدنش رو ثابت نگه میداره، سرعت رشدش، سرعت سوخت و سازش زیاده، و از اون جالبتر این که خیلی از بزمجه ها هم که اصلا ربطی به تگوها ندارن، اونها هم سرعت رشدشون و سرعت متابولیسمشون زیاده، دمای بدنشون رو همیشه ثابت نگه نمیدارن. پس بنابراین خونسرد بودن به هیچ وجه جزو ویژگی ها یا الزامات یا حکم های طبیعت در مورد خزنده ها نیست. نه فقط خزنده ها، بلکه حتی پستانداران هم اونوقت خونگرم بودن براشون الزامات نیست. حتی ماهی ها هم خونسرد بودن براشون ماهی خونگرم هم وجود داره. ماهی تون بگیر، ماهی اوپا بگیر، کوسه سفید، یا تقریبا تمام گونه های خانواده کوسه های لامنیت، و حتی گیاه. بله، چقدر جالب. گیاه خونگرم هم در حقیقت هست. گل رافلزیا فکر می‌کنم برای خیلیا آشنا باشه، به خاطر اینکه به عنوان بزرگترین گل جهان شهرت داره که در جنوب شرق آسیا رشد میکنه. و این گل رافلزیا به خاطر به خاطر 3 ویژگی شهرت داره. یکی به خاطر اندازه بزرگش، تقریبا قد یه آدمه. 2 به خاطر این بوی تعفنی که در حقیقت برای
جذب گرد افشان‌هایی که مگس‌ها هستن پخش میکنه و سوم به خاطر اینکه دمای این گل همیشه 37 درجه است. عجب. یعنی حتی شبیه دمای بدن خودمونه. بله، با همون مکانیزمی هم که بدن ما گرما تولید میکنه، یعنی مستقیما خود میتوکندری ها هستن که انرژی شیمیایی رو مستقیما به گرما تبدیل میکنن. رافلزی هم دقیقا همین کار انجام میده. حفظ و نگهداری این دما تضمینیه برای اینکه مگس ها رو مطمئن بکنه که این جسد یه حیوانی که تازه مرده. مگس ها به امید اینکه بیان اینجا و بتونن مثلا تخم ریزی بکنن روی یک جسد، جذب این میشن، دماش هم چک میکنن که این تازه مرده باشه و هنوز بدنش سرد نشده باشه و بعد در واقع یا فریبشون میده برای اینکه براش گردافشانی انجام بدن. نه فقط رافلزیا بلکه خویشاوندان رافلزیا، کلا خانواده گیاهان کلم مرداب، بعضی از اینا تو آمریکای شمالی هستن. مشهوره که آخرای زمستون که همه جا رو هنوز برف گرفته، این کلم مرداب از تو خاک که میاد بیرون برف‌های اطرافش آب شده چون گرما تولید میکنه. خب پس با این حساب ما باید بعضی از این پیش‌فرض‌هایی که در مورد موجودات زنده داشتیم و تو کتابای علوم نوشته بود و تو فیلم‌ها دیدیم و بعد اینا رو بذاریم کنار. خب پس خزنده ها لزوما خونسرد نیستن و پستاندارا هم لزوما خونگرم نیستن. نه فقط حالا اون مثالایی که زدم، یه پژوهشی چند سال پیش 10-12 سال پیش منتشر شد، خیلی جالب بود. نشون میداد که تمام پستانداران زوجسوم، اهم از گوزن و شتر و خانواده گاوها، نشخوار کننده ها، در حقیقت همشون زرافه ها، اینا تمامشون در نیمی از سال سرعت سوخت و سازشون میاد پایین و مثل حیوانات خونسرد توی استخوان‌هاشون خطوط در واقع حلقه های رشد دارن. حلقه رشد یه چیزی هستش که توی مثلا درخت‌ها دیده میشه یا توی استخوان حیوانات خونسرد. درسته. چرا باید مثلا ما توی استخوان گاو و گوسفند و شتر و گوزن و زرافه و اینا رو ببینیم؟ اینا که خونگرمن، اما در حقیقت اینا میتونن که بدنشون تکامل پیدا کرده. حتی اونایی که توی مناطق گرمسیری یا معتدل زندگی میکنن، به هر حال توی 6 ماه از سال که هوا یا سرد میشه یا هوا خیلی خشک میشه، سوخت و ساز بدنشون میاد پایین. شبیه همین ماجرا رو توی خزنده هایی داریم که حالا نمونه امروزش مثلا تگو آرژانتینیه، یا مثلا بعضی از مارها که اینها تخمهای خودشون رو در فصل تخم گذاری تخمهای خودشون رو گرم میکنن، بدنشون گرما تولید میکنه، تخمهای خودشون رو گرم میکنن. یا بعضی از لاک پشت‌های دریایی که اینا دمای بدنشون ثابته، از مکانیزم‌های استفاده میکنن برای اینکه دمای بدن خودشون رو ثابت نگه دارن و تو آبهای سرد بتونن فعال بمونن. خب اینا نشون میده که مرزی که ما با من پیش فرض داشتیم لزوما درست نیست و مرزه درسته. چرا؟ مشخصه که اون دمای بدن ثابت هست یا نیست. ممکنه موقتاً نه، این مرزی که مثلا ما بین دایناسورها، مثلا بین خزندگان، پرندگان، پستانداران به عنوان پیش‌فرض‌های اون پیش‌فرض غلطه، چیز غلطه و باید یه مقدار فنی‌تر نگاه بکنیم. این روندی که خب الان ما می‌خوایم در مورد دایناسورها داشته باشیم چجوری بوده توی این 20-25 سال که داره دچار تحول میشه و خب ببین تغییر شده. من موقعی که نوجوان بودم متوجه شدم که برخی از این واقعیت هایی که در مورد دایناسورها در قدیم مشهور بوده، اینها داره تغییر میکنه و از همون زمان من در واقع به خاطر این انقلابی که در دانش ما نسبت به اینها اتفاق افتاده جذبشون شدم. یه چند از اون پیش‌فرض قدیمی‌ها رو بهمون میگین و بعد دوباره حالا بریم اصلاحشون کنیم. سوال خوبیه. سوال خوبیه. مثلا یکی از پیش‌فرض‌هایی که در مورد دایناسورها وجود داشت و خیلی
بهش اشاره میشد همین خونسرد بودن دایناسور هاست که تقریبا از سال 1986 1987 افرادی اومدن و سعی کردن اینها رو زیر سوال ببرن و شواهد جدی براش ارائه دادن. یک فرض دیگه این بود که دایناسورها رو به عنوان نمادی از حیوانات تکامل نیافته و عقب مونده تلقی می‌کردن. میگفتن اینا علتی که منقرض شدند این بود که نتونستن خودشون رو با شرایط تطبیق بدن. جالبه. خب این نگاه حدوداً چه بازه زمانیه که شکل گرفته مثلا؟ این نگاه مثلا در تمام طول قرن 20 تا اواخر 1980 وجود داشته. یعنی اصلا این تقریبا به یک مسئله سائر تبدیل شده بود که وقتی میخواستن چیز بکنن یه نفر بگن خیلی عقب مونده است و نمیدونم توسعه نیافته است و اینا، اصلا میگفتن مثل دایناسور میمونه طرف. ولی واقعیت رو نگاه میکنی میبینی که دایناسورها از حدود 240 میلیون سال پیش در کره زمین دارن زندگی میکنند و گرچه چند تا انقراض بزرگ رو از سر عبور دادن، اما از 240 میلیون سال پیش تا 66 میلیون سال پیش یه چیزی میشه حدود 180 میلیون سال 180 میلیون سال اینا داشتن در زمین زندگی میکردن و حدس بزن الان چند تا گونه دایناسور زنده در زمین وجود داره؟ نمیدونم. چند تا گونه پستاندار وجود داره؟ اینم نمیدونم. زنده نمیدونم، تخمین ندارم براش. ببین حدود 5500 گونه پستاندار در زمین هست. خب و چند تا گونه دایناسور زنده در زمین هست؟ شما بگید. بیشتر از 11000 گونه دایناسور زنده در زمین داره الان زمین. این حداقل بیشتر از 2 برابر. 2 برابره. پستانداران تنوع دایناسورهایی که هنوز زنده هستن و هنوز دارن در زمین زندگی میکنن. خب جالب شد. این یه ذره بازش بکنیم. یعنی مثلا الان این دایناسورهایی که خب مثلا آدمی مثل من نمیشناسدشون و نمیگه مثلا من انگار ندیدمشون، دایناسور ندیدم، اینا کیان؟ میشناسی؟ پرنده‌ها؟ بله. خب ببین تقریبا از همون دهه 1990 میلادی این مسئله که پرنده ها از دایناسورها تکامل پیدا کردن مسجل شده بود. اما فهموندن این به آدما که وقتی پرنده ها از دایناسورها تکامل پیدا کردند معنیش اینه که پرنده ها جزو دایناسورها هستند. درست. این فهموندنش یه ذره سخت بود و زمان برد برای اینکه این موضوع رو بتونیم به بقیه نشون بدیم. به خاطر اینکه تا قبل از دهه 1980 شما اگه کتاب‌های زیست شناسی تکاملی رو نگاه بکنید یک چیزهایی، یک نمودارهایی توشون هست به نام درخت‌های تکاملی. درست. شاید این درخت‌های تکاملی رو بعضی از کسانی که مثلا کتاب‌های قدیمی تر رو دیده باشن. یه نموداریه که در واقع یه چیزی مثلا توی محور زمان قطرش کم و زیاد میشه و بعد مثلا یهو کاملا منقطع میشه، میگن این گروه منقرض شد. بعد مثلا یه خطی از یه گوشه این جدا شده و یه شکل دیگری مثلا مستقل از این داره چیز میشه. میگفتن خزنده ها اینا هستن، یه خطی از کنار این اومده جدا شده و اینا شدن پرنده ها. در واقع پرنده ها رو به عنوان یه گروهی که جدا شدند از خزنده ها در نظر میگرفتن. جالبه. شبیه همین مسئله در مورد خیلی گروه های دیگه هم وجود داشت. یعنی مثلا میگفتن که انسان از میمون ها یا از میمون های بیدم یعنی ایپ ها جدا شده، یا یه زمانی متوجه شدن که حشره ها مستقیما از سخت پوستان تکامل پیدا کردن. درست. ولی خب به طور سنتی چون سخت پوستان رو به عنوان یک رده حساب میکردن، حشره ها رو به عنوان یک رده دیگه، بنابراین حشره ها هم به همین صورت جدا شده فرض میشدن.
این تصور شاید غلطی هم نباشه از این جهت که خب شاید بتونیم بگیم یه جمعیت اولیه‌ای برای مثال از اون جانداران بودن، برای مثال حالا خزنده ها همون درسته خزنده ها بودن، همون جمعیت اولی بودن، ولی یه سریاشون یه ور رفتن یه شکلی مسیر تکامل پیدا کردن، یه ورشون یه مسیر تکامل دیگه پیدا کردن. شاید جدا شدن به اون معنی که آره بگی نه اینا یکیای دیگه بودن غلط باشه، ولی شاید به این معنی که آره بگیم توی این نقطه از همدیگه مسیر تکاملشون جدا شده، شاید بتونیم بگیم درست باشه. یه سوال دارم ازت جان. ببین به نظر تو مسیر تکامل پرنده ها از خزنده ها جدا شده برفرض. بله. خب حالا مسیر تکامل تمساح‌ها از مارمولک‌ها جدا شده یا نشده؟ احتمالا میتونیم بگیم بله. خب مسیر تکامل الیگیتور از تمساح جدا شده یا نشده؟ بازم تا مسیر تکامل الیگیتور آمریکایی از الیگیتور چینی جدا شده یا نشده؟ مسیر تکامل مثلا مارمولک‌های گکو از بزمجه ها جدا شده یا نشده؟ مسیر تکامل مارمولک‌های لاسرتید از مثلا از مارمولک‌های آنولید جدا شده یا نشده؟ خب نه همشون مسیرشون از هم جدا شده. یه تصوری یک زمانی وجود داشت میگفتش که ببین تو پرنده رو نگاه کن، تمساح رو نگاه کن، مارمولک رو نگاه کن، اون تمساح و مارمولک معلومه به هم دیگه شبیه ترن. خب و معلومه که کلی چیزای مشترک دارن که پرنده نداره، خونسردن، روی 4 دست و پا راه میرن، چه درست. خب سمندر جزو خزندگانه؟ نه جزو دوزیستانه. دوزیستان. خب ولی هم خونسرد هم روی 4 دست و پا راه میره. قیافش هم از دور شبیه مارمولکه. درست دقیقاً. هر کس میبینه میگه فکر کن مارمولک. ولی سمندر جزو دوزیستانه. یعنی راه رفتن روی 4 دست و پا و نداشتن پر و خونسرد بودن و پرواز نکردن، اینا هیچ کدومش مبنای این که تمساح با مارمولک شبیه نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اجداد قدیمی تر اینها هم که اصلا خزنده حساب نمیشن همونطوری بودن، دوزیستان هم همچنان همونطوری هستن. این یه چیزیه که همه اینجوری بودن. پرنده تغییر کرده. خب حالا قسمت دوم استدلال رو باید مطرح بکنیم. میگن پرنده ها تغییر کردن، انقدر تغییر کردن که دیگه شبیه مارمولک و تمساح و لاک پشت و مار نیستن. خب حالا یه سوال، وال آبی بله. به نظرت بیشتر شبیه یه ماهی بزرگه یا شبیه یه پستاندار؟ قطعاً در نگاه اول یه ماهی بزرگه. در طول تاریخ هم بارها و بارها توی متون مثلا قرون وسطا از والها و اینها به عنوان ماهی‌هایی نام برده شده که حالا یه ویژگی‌های جالب و عجیبی هم دارن، ولی به هر حال میگفتم مثلا از کلمه ماهی وال استفاده شده. پس چرا ما والها رو از پستانداران جدا نمی‌کنیم؟ والها که خیلی با پستانداران تفاوت پیدا کردن. یا خفاش به نظر تو قطعا در نگاه اول پرنده است. یعنی هر کسی که یه بازه زمانی کوچیکی به بچهای کوچیک سیستم سعی کردش درس داده باشه، همه بچه‌ها در نگاه اول میگن پرنده است دیگه. خب چرا ما خفاش رو از پستانداران جدا نمی‌کنیم؟ خفاش ها مگه کلی تغییر پیدا نکردن؟ فقط ظاهرشون هم نیست، دستگاه ایمنی بدن خفاش ها هم تغییر کرده، حتی ژنتیکشون هم تغییر کرده. ژنتیکش تغییر کرده به این معنیه که مثلا تعداد بسیار زیادی از ژن‌های خفاش‌ها در هم ادغام شده یا کم شده، ژنومشون کوچیک شده. این یه چیزی هستش که اتفاقی هست که بهشون کمک کرده تا حدودی اندازه سلول‌هاشون هم کوچیک بشه و تراکم دستگاه عصبیشون فشرده تر بشه و دستگاه ایمنی بدنشون هم دقیقاً به همین دلیل از طرفی ساده تر و از طرفی پیچیده تر شده. برای همین الان خفاش ها منبعی از ویروس ها هستند که بقیه پستانداران رو میتونن بیمار کنن و بکشن، ولی برای خود خفاش ها مرگاور نیستن. خب خفاش رو بیام جدا کنیم از پستانداران، چرا این کارو نمی کنیم؟ اصلا یه سری ما تعاریفی رو داریم خودمون تعریف میکنیم
و شما احتمالاً تو ذهنم اینه که بخوایم جمع‌بندی کنید تعاریف رو دارید سعی کنید مرزاش رو شفاف بکنید و بر اساس پیش‌فرض‌های قبلی نباشه. مثلا همین داستان پستانداران رو می‌خواید مرزاش رو دقیق‌تر و علمی‌تر بکنید. مثلا بگید که این فعلا صفت فیزیولوژیک، این شاخص مثلا آناتومیک و اینها مرزهای دقیق‌تری هستن که ما داریم پستانداران میذاریم و بقیه جانوران هم اگه می‌خوایم مرزاشو بچینیم باید این کارو بکنیم. ببین چه سناریو تو ذهنمون داشته باشیم. توی زیست شناسی تکاملی مدت‌ها مبنای رده‌بندی یه تعدادی ویژگی‌های ظاهری بود. ویژگی‌های ظاهری نه چیزی که لزوما در ظاهر دیده بشه. منظور از ویژگی‌های ظاهری ویژگی‌هایی هستش که برای آدما وزن و اهمیت پیدا می‌کردن. حتی آدما بعضی وقتا صفاتی بیشتر براشون مهم بوده، بیشتر دوستش داشتن، بر اون صفات اهمیت بیشتر قائل می‌شدن، اونا رو یه دست. دقیقاً ما وقتی انگل شناسی پزشکی می‌خوندیم می‌دیدیم تفاوتشو با مثلا انگل شناسی مثلا زیست شناسا. مثلا میگفتن آقا این عامل بیماریزا داره، اینا که عامل بیماریزا دارن می‌کنیم میگن اونایی که ندارن می‌کنیم میگن دیگه. در صورتی که کل داستان متفاوته. خب حالا ببین داستان از این قراره که ماهیت زیستی این موجودات بر اساس اون چیزی که ما تصور میکنیم یا بر اساس اون چیزی که ما انتظار داریم تغییری نمیکنه. ما به عنوان یک ناظر داریم اینا رو تماشاشون میکنیم و حس میکنیم که مثلا اگر یک موجودی ویژگی‌های شبیه انسان داشته باشه این اهمیت پیدا میکنه. درسته. ولی واقعیتش اینه که هیچ تأثیری در بیولوژی موجود نداره. این یه اتفاق بوده که مثلا اون موجود یه چیزی شبیه انسان شده. خب و انسان هم خیلی نقطه عطف خاصی در تکامل حیاتی نیستش که ما فکر کنیم انسان محوره و بقیه موجودات رو بخوایم با نگاه انسان محور بسنجیم. و احتمالاً در مورد داستان پرنده ها و دایناسورها این نگاه مثلا منجر به این میشه که ما این دو تا رو بکنیم دو جمعیت مختلف، چون ذهنیت هامون انسان محوره و ناظر محور خودمونه. ولی اگه بیم روند تکاملیشون نگاه بکنیم میگم خب این پرنده ها از همین دایناسورها خب حالا اگه ما این ویژگی های ظاهری رو در نظر نگیریم، من نمیخوام سریع بپرم نتیجه نهایی رو بگیرم، بذار قدم به قدم پیش بریم. ببین اگر ما سراغ این ویژگی های ظاهری یا ویژگی هایی که ما بهشون وزن دادیم نریم، باید بریم دنبال چه جور ویژگی هایی که مثلا مشخص کنه تفاوت خزنده با موجوداتی که قبل از خزنده ها بودن چیه. خب وقتی داریم میگیم خزنده با موجوداتی که قبل از خزنده ها بودن، یعنی در واقع منظورم اینه که یک چیزی که در خزنده ها پیدا شده به وجود اومده اما در نیاکانشون هنوز این نبوده. دنبال ویژگی هایی بگردیم که این ویژگی ها در اینها پدید اومده. درسته. خونسرد بودن ویژگی نیست که پدید اومده باشه در یه گروه. از اول خب اولین موجودات زنده نمیتونستن گرما رو تولید کنن یا کنترلش کنن، یه تعدادی تونستن این کار رو انجام بدن. پس چون ویژگی نیستش که به وجود اومده باشه پدید اومده باشه، این ارزشی نداره، نمیتونه بین یک موجود و نیاکانش مرزی برای ما تعریف بکنه. وقتی من میگم که خون سرد بودن، راه رفتن روی 4 تا پا، نمیدونم نداشتن پر، نداشتن مو، اینها ویژگی هایی نیست که باهاش خزنده ها رو بخوایم متمایز بکنیم. منظور اینه که خب این ویژگی هم توی خزنده ها این وضعیت دیده میشه، اجداد خزنده هم همینطوری بودن. یعنی از اول همه همینجوری بودن. اونی که پر داره یه ویژگی پیدا کرده، اونی که پر نداره هیچ ویژگی پیدا نکرده. نه، پر نداشتن پیدا نشده. پر از اول همه موجود پر نداشتن. درخت‌ها هم پر ندارن، میکروب‌ها هم پر ندارن، قارچ‌ها هم پر ندارن، پرنده ها پر دارن. پر داشتن در پرنده ها یک چیز نوپدیده، یک چیز نوظهوره. حالا بر این اساس ما وقتی میخوایم یک گروهی از موجودات زنده رو تعریف کنیم، در واقع باید بگیم که این گروه از موجودات زنده وقتی که داشتن تکامل پیدا میکردن چه چیزی در اینها پیدا شد که در گذشتگانشون نبوده. حالا در خزنده ها
یه ویژگی پیدا شد که در گذشتگانشون نبود. گذشتگان میتونیم بگیم نیای مشترک ما پرنده ها و خزندگان، یا باید دقیق‌تر بگیم؟ آره، نیای مشترک پستانداران و خزندگان و همینطور دوزیستان و ماهی ها و عقب تا از اولین موجود زنده. درسته. هیچ کدوم از این گذشتگان روی بدنشون بتا کراتین نداشتند. بتا کراتین در خزنده ها پیدا شد. درست. حالا ممکنه این بتا کراتین روی بدن یک خزنده به شکل مثلا فلس های پهنی دیده بشه، ممکنه به صورت یک بافت شاخی متراکم دیده بشه، ممکنه هم هست به شکل پر دیده بشه. چه جالب. خب اما مثلا موی پستانداران از بتا کراتین نیست، از کراتینه. بله. اما از اون بتا کراتینی که مخصوص خزنده هاست نیست، جنسش با مال اونا فرق میکنه. پس در واقع بتا کراتین حتی شامل پستانداران هم نمیشه. متقابلا پستانداران هم یه ویژگی های جدیدی داشتن که نه تو دوزیستان، نه تو خزنده ها، نه ماهی ها، نه و تا اون اولی موجود زنده تو هیچ کدوم از اونها نبوده. مثلا داشتن مو، مثلا داشتن غدد ترشحی شیر روی پوست بدنشون، مثلا ساختار گوش داخلیشون. اینا ویژگی‌های پستاندارانه. بله. و چرا من نمیگم مثلا به دنیا آوردن بچه زنده؟ به خاطر اینکه خب اولین پستانداران این ویژگی رو نداشتن. این توی گروهی از پستانداران این ویژگی پیدا شده. بله. هنوز پستاندارانی هستن که تخم میگذارن و وجود اینها نشون میده که خب اولین پستانداران هم تخم میگذاشتن، همونطور که قبلی ها هم دارن تخم میگذارن. خزنده ها، دوزیستان، ماهی ها دارن تخم میگذارن. یه تعدادی از پستانداران اختصاصاً اینها تخم گذاری رو تبدیل کردن به زنده‌زایی و بچه‌زایی. زنده‌زا یعنی اونایی که در واقع تخم تکوین نیافته رو داخل بدنشون نگه می‌دارند و بعد بچه‌ای به دنیا میاد که هنوز ساختار ناقصی داره، مثل کیسه داران، کانگورو، کوالا. بچه زایی یعنی این که این بچه درون رحم مادر با استفاده از جفت به طور کامل تکوین پیدا میکنه و بعد به صورت کامل شده به دنیا میاد. یعنی خیلی از پستاندارانی که جفت دار هستن 1 ساعت بعد از تولد بچهشون میتونه راه بره. بله. توی کیسه داران اینطوری نیست. بچه ناقصه به خاطر اینکه جفت نداره که از رحم مادر بتونه غذا بگیره. جنین به صورت ناقص به دنیا میاد. در حقیقت هر وقت که کیسه زرد ذخیره غذاش تموم بشه، جنین این حیوونا باید به دنیا بیاد و بعد از شیر مادر تغذیه بکنه تا مراحل رشد جنینیش کامل بشه. دست و پا و چشم و ایناش رشد بکنه. خیلی از کیسه داران موقعی که به دنیا میان واقعا مثل یک جنین ناقص هستن. حتی اندامهاشون به طور کامل هنوز تشکیل نشده، مثل کانگورو و دقیقاً. خب پس وقتی که ما داریم در مورد ویژگی های پستانداران صحبت میکنیم، منظور اینه که اولین پستانداران چه چیزهای جدیدی پیدا کردن. خب حالا ما الان فهمیدیم که اولین خزندگان یه ویژگی جدید مهم داشتن، بتا کراتین. بله. و هیچ کدوم از این چیزهایی که عادتاً ما در مورد خزندگان تصور میکنیم در اینها لزومی نداره که عمومیت داشته باشه یا حفظ بشه. خب حالا میتونیم جواب این سوال رو بدیم. دایناسورها چه بودن؟ خب دایناسورها یه گروهی از خزنده ها هستند که تقریباً از 240 میلیون سال پیش تکاملشون شروع شد. بله. یک ویژگی مهمی که در نیای مشترک دایناسورها وجود داشته این بوده که این نیای مشترک یه موجود 2 پا بوده، روی 2 تا پا راه میرفته، یعنی دستاش رو بالا نگه می داشته، 2 تا پا برای حرکتش کافی بوده، روی بدنش پوشیده از یک پوشش کرک مانندی بوده که کمکش میکرده به حفظ دمای بدن.
سرعت رشدش بسیار زیاد بوده. یعنی اگر مثلا یه مارمولک هم اندازه اون برای اینکه بالغ بشه به 1 سال زمان نیاز داشته، اولین دایناسورها مثلا توی 2 ماه میتونستن به سن بلوغ برسن. یعنی سرعت 6 برابر مثلا. سرعت رشدشون بسیار زیاد. اینا از روی در حقیقت سرعت افزایش قطر استخوان‌هاشون که اینو روی فسیل ها هم میشه محاسبه کرد و مشاهده کرد. از روی این در واقع ما به طور دقیق میدونیم که دایناسورها سرعت رشدشون چقدر بوده و چقدر نسبت به بقیه خزنده ها افزایش پیدا کرده بوده. اولین دایناسورها مثل تمساح‌ها پوسته تخم آهکی داشتند. قلبشون 4 حفره‌ای بوده، 4 حفره‌ای کامل بوده مثل تمساح‌ها. از فرزندانشون مراقبت می‌کردند. بازم مثل تمساح‌ها برخلاف خیلی از خزنده‌های دیگه که تخم رو یک جایی میذارن و رها میکنن میرن، تمساح‌ها لونه درست میکنن، روی تخم نمیخوابن ولی از تخم مراقبت میکنن، بعد از بچه‌هاشون هم مراقبت میکنن. دایناسورها هم همینطور بودن. یعنی در واقع یه تعدادی از ویژگی‌هایی که ما الان تو تمساح‌ها میبینیم اینا در واقع ویژگی‌های مشترک تمساح‌ها و دایناسورهاست. یعنی نتیجه گیریم شاید نپخته باشه، میتونیم بگیم تمساح‌ها به دایناسورها و پرنده‌ها نزدیکترن تا بقیه خزنده‌ها. بله دقیقاً. تمساح‌ها خویشاوند نزدیک دایناسورها هستند. خب حالا این دایناسورها در واقع یه جوری خویشاوندان نزدیک تمساح‌ها هستن. ویژگی‌های اختصاصیشون یکی 2 پا بودنه. بله. و یه تعدادی تغییرات اسکلتی، مثلا مهره‌های خاجی لگنشون تعدادش افزایش پیدا میکنه برای اینکه اتصال بین ستون مهره‌ها و لگن محکم‌تر بشه و تعادل رو با روی 2 تا پا بتونن به راحتی حفظ کنن. تو بقیه خزنده‌ها فقط 2 تا مهره خاجی به استخوان‌های لگن متصله. تمساح، مارمولک اینا فقط 2 تا مهره دارن. اما توی دایناسورها از 3 تا مهره شروع میشه، میرسه 4 تا، 5 تا، 6 تا 36 مهره. توی گروه‌های از دایناسورها تعداد مهره‌هایی که متصل میشن به استخوان‌های لگن افزایش پیدا میکنه. یعنی لگن طولش افزایش پیدا میکنه و این مهره‌ها جوش میخورن به استخوان لگن. قاعدتاً ماهیچه‌هایی هم که به استخوان ران متصل میشن از طرفی و از طرف دیگه به استخوان‌های لگن متصل میشن، اینا طولشون، حجمشون و قدرتشون افزایش پیدا میکنه و بنابراین توانایی پاهای اینها برای اینکه بتونه وزن رو و تعادل رو روی 2 تا پا نگه داره افزایش پیدا میکنه. این بهشون این فرصت رو میده که دستاشون آزاد بشه، بتونن از دستاشون برای گرفتن، برای شکار کردن، برای قاپیدن حشرات استفاده بکنن. یعنی اون فشار تکاملی که به سمت این رفته بوده که بخوان دست پیدا بکنن یه جورایی بتونیم بگیم شبیه فشار تکاملی مثلا ما هم بوده باشه که بتونه یه چیزی بقاپن، یه چیزی بگیرن. حالا ما میوه میچیدیم، اونا حشره میقاپیدن مثلا. نه این اصلا این تعبیر فشار تکاملی و این تصور که یک چیزی به نام فشار تکاملی وجود داشته که اینا رو هل داده به این سمت، اصلا تصور اشتباهیه. ببین این تغییر به خاطر فشار تکاملی به وجود نیامده. اینها مجموعه ای از جهش ها بودند که به معنای دقیق کلمه اتفاقی رخ دادند. شرایط باعث شده که این جهش های رخ داده شده انتخاب بشن و در حقیقت توی مرحله بعدی بوده که اینها از این تغییراتی که رخ داده و انتخاب هم شده استفاده کردن برایش چیزهای، کاربردهای جدیدی به دست آوردن. بنابراین این تصور که فشاری وجود داشته و اینها رو برده به این سمت، این یه جوری در واقع رابطه علت و معلولی که در طبیعت وجود داره رو داره برعکس میکنه. کلا شما با ترم و اصطلاح فشار تکاملی مشکل دارین. فشار تکاملی یک جایی معنی داره که دایره ای از جهش های مختلف وجود داره و یکی از اینها رو انتخاب میکنه.
خب اگر اون فشار تکاملی رو اینطوری تعریف کنیم که در اصل انگار همون فشار انتخابیه، حالا باز دوباره به چه معنا، یک فضای محیطی که مجموعه ای از جهش‌ها رو در طی زمان داره انتخاب میکنه، نه فقط یه جهش، نه فقط دو جهش، بلکه 10 تا جهش، 100 تا جهشی که نه در یک بازه زمانی مشخص، در بازه زمانی های مشخص رخ میده. ما فکر کنم بتونیم اون ترم رو یه جورایی بتونیم قبول بکنیم. من بیشتر دقتم روی این موضوع هست که رابطه علت و معلولی جابجا نشه. بله، یعنی کسی فکر نکنه یه فشار قبلی هوشمندانه وجود داره برای مثال به عنوان موجود مستقلی که اینا رو دایناسورا داره هول میده. نه، بله. صرفا اینا جهش پیدا کرده بودن، اینجوری بیشتر غذا به دست می آوردن، بیشتر انرژی به دست می آوردن، بیشتر بقا پیدا میکردن و اینا موندن. بله، ببینید این نکته مهمی هستش که ما ببینیم دایناسورها در چه بازه زمانی پیدا شدن. 252 میلیون سال پیش، یعنی اندک قبل از پیدایش دایناسورها، یک انقراض بسیار وحشتناک در زمین اتفاق افتاده بود. بزرگترین انقراض تاریخ حیات چند میلیون سال قبل از اولین دایناسورها در تاریخ زمین اتفاق افتاده. انقراضی که باعث شد بیشتر از 90% خانواده های موجودات زنده از بین برن و حدود 99% گونه ها از بین برن. ممکنه خیلی عدد بزرگی. ممکنه بگی که چجوری اصلا حیات بقا پیدا کرد؟ اول بذار این موضوع رو روشن کنم، چون بعضی میگن که آقا تو داری میگی 99% گونه ها و 90% خانواده ها، چطور همچین چیزی ممکنه؟ جوابشو خودت میدونی؟ بالاخره تفاوت خانواده و گونه رو تا یه حدی میدونم. خب چطوری وقتی 99% گونه ها منقرض میشن میشه 90% خانواده ها؟ این کلیت قضیه اینه که باید تعریف خانواده و گونه رو در کنار هم دیگه قرار بدیم دیگه. نه، تعریف گونه یک مجموعه ای از خدمت شما که مثلا فرض کنید یک جنس 100 یا 1000 تا گونه داره. ممکنه که شما بیایید از هر جنس 99 تا گونه شو مثلا از بین ببرید. آفرین. دوباره بیاید یه جنس بعدی، دوباره بیاید یه تعداد گونه شو از بین ببرید. وقتی اینا رو با هم دیگه جمع میزنید اینجوری در نظر گرفتیم که 99% گونه ها از بین رفته، ولی از هر جنس مثلا حتی اگه یه دونه‌ش هم مونده باشه باز اون جنس حفظ شده. دقیقاً. حدود 95% جنس ها از بین رفتن، 90% خانواده ها، و از شاخه های موجودات زنده که در اون زمان بودن هیچ شاخه منقرض نشد. درست. مفهومش اینه که آره از هر شاخه حتی یک گونه هم باقی مونده باشه ما میگیم این شاخه هنوز سر جاش هست، ولی خب تعداد زیادی از گونه ها منقرض شدن بدون اینکه مثلا تمام اون خانواده منقرض شده باشه. حالا این 99% گونه ها که منقرض شدن، چه در دریا چه در خشکی، شرایط زمین رو به ما نشون میده که یک شرایط بسیار ترسناک و مرگباری بوده برای موجودات زنده. فرضیه های مختلفی وجود داره، از اینکه مثلا مقدار زیادی گازهای سمی از دل اقیانوس جوشیده اومده بالا، آتش فشانهای گسترده‌ای رخ داده که باعث افزایش گازهای سمی و مرگبار جو زمین شده، شاید ابرنواختری در نزدیکی منظومه شمسی منفجر شده که باعث مرگ جمعی موجودات زنده بر اثر تابش‌های گاما شده. واقعا نمیدونیم کدومی که از اینها درسته. مدل سازی ها تا حدی تایید میکنه که احتمالاً گازهای سمی مثل نوشابه‌ای که ناگهان حباب‌های در واقع حباب‌های گاز کربونیک میجوشه و ازش میاد بالا، از دل اقیانوس‌ها جوشیده و یه خفگی عظیمی رو در زمین به وجود آورده، ولی با اطمینان نمیتونیم بگیم دلیلش چی بوده. حالا بعد از یک همچین فاجعه مرگباری تقریباً برای چند میلیون سال زمین یک برهوتی بوده که ممکن بود شما کیلومترها در زمین حرکت بکنید و اثری از حیات توی هیچ منطقه‌ای نبینید، نه حیوانی، نه گیاهی، نه قارچی. تک و توک مثلا توی پناهگاه‌هایی شاید مثلا یه جاهایی موجودات زنده مونده بودند و اینا بعد از چند میلیون سال تونستن دوباره پخش بشن. شبیه عین این فیلم‌های آپوکالیپسی و
آخر زمانی. حالا اولین موجوداتی که توی این شرایط میتونن گسترده بشن و در واقع زمین رو معمور بکنن برای خودشون حشره ها هستن، به خاطر سرعت و نرخ بالای تولید مثل. و بعد از حشره ها حیواناتی که حشره ها رو میخورند، درسته، اینها توسعه پیدا میکنن گام به گام همینجوری. 3 تا گروه از مهره‌داران، هر 3 تای این گروه ها حشره خور بودند و بعد از ماجرای انقراض مرگبار 252 میلیون سال پیش اینها توسعه زیادی پیدا کردن. یکیشون دایناسورها بودن. درست. یعنی اولین دایناسورها از اجدادی تکامل پیدا کردن که شاید بعضی از ویژگی‌های فیزیولوژیکشون مثلا بهشون کمک کرد تا اینا تبدیل بشن به یه تعداد خزنده 2 پای خونگرم که با سرعت میتونن بدون و حشره شکار بکنن. اینها یه خویشاوند دیگری هم داشتن که اینا رو جزو دایناسورها حساب نمی‌کنیم، ولی اینها در واقع خویشاوندان خیلی نزدیک دایناسورها هستن. و یکی از ویژگی‌های دایناسورها در واقع تو اینها هم دیده میشه. اینا گروهی از خزنده ها بودن که اولش نیاکانشون بسیار به دایناسورها شبیه بودند، یعنی روی 2 تا پا راه میرفتن و بدن پوشیده از کرک هایی داشتن که بدن رو گرم نگه می داشت و حشره خور بودن. اما اینها در همون بدو تکاملشون احتمالاً به خاطر رقابت با دایناسورها از اون کنام هایی که به صورت دونده یا روی درخت بخوان دنبال حشرات بدوند کنار کشیدن و یک کنام جدیدی رو ابداع کردن. اونم این بود که توی هوا بپرند و حشرات رو توی هوا شکار بکنن. خب اینها گروهی هستند که ما اسمشون رو گذاشتیم تروسورها. درست. خویشاوندان نزدیک دایناسورها هستند. گاهی اوقات من میبینم به غلط اسم اینها رو پتروسور تلفظ میکنن، یعنی تلفظش در واقع تروسوره. پی اولش تو انگلیسی تلفظ نمیشه. آره، پی تلفظ نمیشه. تروسورها بدنشون در حقیقت پوشیده از کرک پرهای اولیه شبیه کرک پرهای اولیه دایناسورها بوده. از نظر فیزیولوژی مثل دایناسورها بودن، ولی در واقع پسر عموهای دایناسورها حساب میشن، جزو دایناسورها نیستن. اینا دومین گروهی بودن که به خاطر شرایط بعد از اون انقراض تونستن توسعه پیدا بکنن. یه گروه دیگه هم بودن، یه گروهی که نیاکانشون قبل از اون انقراض 252 میلیون سال پیش هم حشره میخوردند، حیوانات کوچیک و شکار میکردند و بدنشون از یک پوشش رشته‌ای پوشیده شده بود که کمکشون میکرد بدنشون رو گرم نگه دارند. و اونا کی بودن؟ پستانداران هم همزمان با دایناسورها تکامل و توسعه پیدا کردن و اجداد پستانداران حتی از حدود 300 میلیون سال پیش بدنشون مو داشته، احتمالاً به بچه هاشون شیر هم میدادند، البته تخم گذار بودند و خیلی از ویژگی هایی که ما توی پستانداران برامون معنا پیدا میکنه اینا در حقیقت ویژگی هایی هست که از 300 میلیون سال پیش توی اجداد پستانداران دیده میشده. این احتمالاً از هم موقع ها جدا شدن، قبل از حتی اون انقراض بزرگ 252 میلیون سال پیش جدا شدن، که زمانی که نیاکان پستانداران از نیاکان خزندگان جدا شدن برمیگرده به حدود 350 میلیون سال پیش. ولی خب اولین نیاکان پستانداران بدنشون مو نداشته. درست. ویژگی های خاص پستانداران بعدن توی اونها تکامل پیدا میکنه. در گذشته به اون نیاکان قدیمی پستانداران که بدنشون مو نداشت میگفتن خزندگان پستاندار مانند. درسته. ولی در واقع اینا خزندگان پستاندار مانند نیستن. ما الان اینا رو به عنوان یه گروهی جدا از خزندگان طبقه بندی میکنیم که پستانداران زیر مجموعه همون گروهه. اسمشون رو گذاشتیم سیناپسیدها. درست. از 300 میلیون سال پیش سیناپسیدها بدنشون مودار شد و از همون حدود 240 میلیون سال پیش گروه‌های زیادی از سیناپسیدها
روی زمین تکامل پیدا کردند که کاملا اینا قیافشون و سبک زندگیشون و ویژگی‌هاشون دیگه همون چیزیه که ما با اونها رو به عنوان پستاندار میشناسیم. پس اگه یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم و اطلاعاتمون آپدیت بکنیم، اینجوریه که یه چیزی هولوش 250 خورده میلیون سال پیش یه انقراض بزرگ رخ میده و بعد از اون انقراض بزرگ کیا اولین جانورانی هستن که میان زمین پر میکنن؟ حشراتن. و حالا 3 تا گروه مختلفن که تا حدی به رقابت میخوان بپردازن سر این حشرات. یه سریاشون دایناسور هستن، یه سریاشون سیناپسیدا هستن که احتمالاً همین اجداد پستانداران نیاکان پستانداران، و اون یکی گروه هم که فرمودید که تروسورها بودن که میپریدن رو هوا و در رقابت. آره، تروسورها دستاشون در واقع انگشت چهارم دستشون کشیده شد، یه پرده پوستی بین انگشت چهارم و بدنشون کشیده شد و یک بال پوستی نه شبیه بال پرنده و نه شبیه بال خفاش در اینها پیدا شد. یه بال پوستی که بین انگشت چهارم و بدنشون بود. 3 تا انگشت دستشون هم کاملا آزاد بود برای گرفتن. که اینا پسر عموهای یه جورایی همون دایناسور اینا پسر عموهای نزدیک دایناسورها هستن. دایناسورها نه مثل پستانداران رو آوردن به سیستم های تولید مثلی بهینه‌تر. البته پستانداران در اون دوره همچنان تخم‌گذار بودن. اولین پستاندارانی که شروع کردند به بچه به دنیا آوردن احتمالاً از اوایل دوره ژوراسیک اینا پیدا شدن که میشه هولوش چند میلیون سال پیش، مثلا حدود 180 میلیون سال پیش. تا قبل از ژوراسیک که معروفه که اینقدر فیلم اینا می‌سازن اصطلاحش برای همین. حالا نه این ژوراسیک نمیدونم بی خودی گنده شده. در واقع من فکر میکنم که دوره تریاس این دوره‌ای که با اون انقراض 252 میلیون سال پیش شروع میشه و با یک انقراض عجیب دیگه تموم میشه. دوره تریاس یه دوره عجیبی بوده. چرا؟ چون که در واقع یه تعداد زیادی موجودات مختلف با قیافه‌های عجیب و غریب در دوره تریاس تکامل پیدا می‌کنن. این تریاس میشه هولوش 250 میلیون سال 252 میلیون سال پیش تا 201 میلیون سال پیش. توی دوره تریاس غیر از دایناسورها و تروسورها و پستانداران که اینا هر سه تاشون خونگرم بودن، چند تا گروه دیگه از خزندگان هم تکامل پیدا می‌کنن. یه گروه از خزندگان وارد دریا میشن و آروم آروم دست و پاشون شبیه باله میشه و بدنشون ماهی مانند میشه. اینا گروهی از خزندگان هستند که بدنهای ماهی مانند یا دلفین مانند داشتن و ما بهشون میگیم ایکتیوسورها. ایکتیوسورها هم خونگرم بودن. یه گروه دیگری از خزندگان هم بودن که باز اینها وارد آب میشن، دست و پاهاشون حالت چیز پیدا میکنه، حالت باله مانند پیدا میکنه، ولی مثل ایکتیوسورها بدن ماهی مانند پیدا نمیکنن. بدنشون کمابی شبیه بدن لاک پشته. یعنی به جای اینکه دوکی شکل باشه یه بدن تقریبا پهنی پیدا میکنن. بعضیاشون مثلا دمهای قوی هم دارن و بعضیاشون گردنهای درازی دارن. بعضیاشون حتی مثل لاک پشت ها یک لاکی هم روی پشت بدنشون و روی شکمشون تکامل پیدا میکنه و حتی بعضی اعتقاد دارن که اصلا لاک پشت هم جزو همین گروه بودن. این گروه هم ما میدونیم که یعنی اون نماینده هاشون که فسیلای خوبی ازشون به دست اومده و بررسی شدن، اونا هم شواهدی وجود داره که اونا هم خونگرم بودن. جالبه. یعنی اصلا همه خونگرمن یه جورایی. در دوره تریاس در حقیقت گروه‌های متعددی از خزندگان خونگرم دارن تکامل پیدا میکنن. با توجه به شرایط زمین طبیعیه که همچین اتفاق میفته. در به اصطلاح میگن انشعاب سازگارانه، واگرایش سازشی هم بعضا بهش میگن. ادپتیو رادییشن رو میگید. ادپتیو رادییشن. خب که به نظر من این معادلی که توی کتابای ترجمه شده منبع المپیاد براش در نظر گرفتن کاملا غلطه. آیه عبدالحسین وهاب زاده خودشون میگن واگرایش سازشی. منم همیشه سعی می‌کنم اون رو استفاده بکنم تو کتاباش. آره ببین ادپتیو یعنی سازشی یا سازشگرانه، رادییشن انشعاب یا واگرایش.
اما من دیدم که توی بعضی از کتابایی که آدم‌های، حالا بلش کن، به آدمش کاری نداریم، ترجمه کردن، اینو اشتباها نوشتن که سازگاری شعاعی، سازگاری انشعابی، سازگاری شعاعی، غلط. که آره خیلی واقعا نشون میده که خب مترجم نفهمیده، ویراستارم نفهمیده، ناشرم نفهمیده. خیلی عجیبه، یعنی چون تو کتاب حتی کمپل هم بعضی از جلداش دقیقا همینجوری ترجمه شده و برای منم عجیبه. اسم کتابم اشتباه نوشتن، کمبله. کمبل من نمیدونم اسم دیگه قشنگم جا افتاد دیگه، همه میگیم کمپل، یعنی نه من همه جا میگم کمبل که اصلاح بشه. بله. و خب اصلا من با این مسئله مشکل دارم، یعنی کسانی که حتی اون اسمرم بلد نیستن چطوری باید تلفظ بکنن یا این اصطلاحات کاملا چپکی ورداشتن ترجمه کردن، اینا چه صلاحیتی دارن که تبدیل بشن به مرجع و کتاب مقدس المپیادی ها؟ بگذاریم. آره. این توی دوره تریاس گروه های متعددی از خزنده ها پیدا میشن با سازش هایی که طبیعیه برای اون دوران. زمین خالیه و اینا کنام ها رو شروع کنن به اشغال کردن و اینا تنها گروه های خزنده ها نیستن که تو این دوره تکامل پیدا میکنن. مارمولک ها هم اولین بار اینجا پیدا میشن. این به این معنیه که اون گروهی که ما بهش میگیم مارمولک ها، وگرنه خزنده هایی بودن که شبیه مارمولک بودن ولی جزو این دودمان نبودن. یه گروه هایی هم پیدا میشن اصلا خیلی چیزای دیوانه‌وار. مثلا چند تا گروه دیگه از خزنده ها تو این دوره زندگی میکردن. اینها به نحوی از انها گلایدر بودند. یعنی بعضیاشون دنده هایی داشتند که از دو طرف بدنشون میومد بیرون و یه حالت بال مانندی ایجاد میکرد. بعضیاشون یک پوشش یا در واقع فلس های پرمانند بلندی داشتن رو پشتشون که از اینها برای گلاید کردن استفاده میکردن و یه همچین موجوداتی ازشون نسخه های مختلف در گروه های مختلف به صورت همگرا و موازی ظاهر شد. این خیلی عجیبه، یعنی شرایط براشون مساعد بوده. احتمالا اونا هم به دنبال خوردن حشره ها چیز کردن ولی خب به پای تروسورها نرسن. تروسورها در واقع تونستن پرواز فعالانه داشته باشن، فلپینگ فلایت، با بال زدن بتونن حرکت کنن تو هوا برن بالا، نه اینکه فقط گلاید کنن و سر بخورن توی هوا. یه گروهی مثلا تکامل پیدا کردن که اینها دست و پاهاشون تقریبا شبیه دست و پای آفتاب پرستا بوده، یعنی برای گرفتن شاخه درختا انگشتاشون روبروی همدیگه بوده مثل انگشتای ما و مثل انگشتای آفتاب پرست، ولی سرشون، جمجمهشون شبیه جمجمه پرنده ها بوده. یعنی منقار داشتن و جمجمهشون انقدر شبیه پرنده ها بوده که تا یک دوره‌ای بعضی از دیره‌نشناس ها اعتقاد داشتن اصلا پرنده ها از نسل اینا تکامل پیدا کردن. یه گروهی از خزنده ها که جمجمه پرنده مانند دارن و درختزی هم هستن و یه نکته جالب‌تر اینه که اینا ته دمشون هم دم‌های بلندی داشتند که شاید از این دم بلند برای گلاید کردن هم استفاده می‌کردن و ته دمشون یک خاری شبیه عقرب داشتن بعضیاشون که بازم این احتمالا مثلا یا برای دفاع بوده یا برای مثلا جنگیدن و نبرد و انتخاب جنسی و اینها بوده. خلاصه موجودات عجیب و غریبی بودن. یا مثلا خزنده های آبزی تکامل پیدا میکنند که مثلا طول بدنش 2 متر بوده ولی مثلا چند متر یه گردن خیلی دراز داشته که این نه دایناسوره نه تروسوره، جزء هیچ کدوم از این گروه ها نیست. اینا برای خودشون گروه های مختلفی بودن. در پایان دوره تریاس یه اتفاق عجیب میفته. حدس بزن چی شد؟ فکر کنم خودتون گفتین یه انقراضی فکر کنم دوباره اینجا داریم. آره ما یه اتفاقی باعث اون انقراض شد. اون اتفاق رو ما میدونیم چی بوده. خب یه اتفاق خیلی معمولی و متعارفی باعث انقراض شد. تغییرات احتمالاً اقلیمی، گرمایش سرمایش زمین نبودن چون خب چه جور تغییرات اقلیمی؟ مثلا سرمایش رفته کره زمین. چطوری؟
یه سری آتش فشان گرد و خاک مثلا یا محور کره زمین، محور مغناطیسی کره زمین؟ نه چی بوده؟ یه روز بارون گرفت. عجب. آره همینقدر ساده. یه روز بارون گرفت و این بارون بارید و قطع نشد. برای 2 میلیون سال عجب بارون بارید. شبیه داستان‌های فانتزیه. 2 میلیون سال بارون بارید، ولی واقعا اتفاق افتاد. برای 2 میلیون سال بارون بارید. از طرف میزان تبخیر بالا بود توی اقیانوس‌ها و از طرف دیگه توی خیلی از مناطق قاره‌ای این تبخیر زیادی که انجام میشد منتهی میشد به شکلگیری ابرهای پیوسته و بارانی و باران لاینقطع همینطوری میبارید و این باعث شد که در حقیقت یک تعادل جدیدی از سرما و گرما در زمین شکل بگیره که توی خیلی از مناطق قاره‌ای دما رو آورد پایین. توی اقیانوس‌ها دما بالا رفته بود، تبخیر بالا رفته بود، توی قاره‌ها دما اومد پایین و توی این اتفاق خیلی از این گروه‌های خزنده‌های عجیب و غریبی که در دوره تریاس تکامل پیدا کرده بودن نسلشون منقرض شد. کیا باقی موندن؟ اونایی که توانایی تحمل این سرما رو داشتن. دایناسورها، پتروسورها و پستانداران. جالبه بعضی از خزندگان عجیب و غریبی که در دوره تریاس تکامل پیدا کرده بودن مثلا از خویشاوندان تمساح‌ها بودن. جالب. و قیافشون اصلا شبیه تمساح‌های امروزی نبود. قیافشون شبیه دایناسورها بود. روی 2 پا راه میرفتن و شکار میکردن یا بعضن گیاهخوار بودن. حتی بعضی از این تمساح‌های 2 پا منقار داشتند. قیافه هاشون خیلی شبیه خیلی از دایناسورها بود، اما یه تفاوت بنیادی داشتن. اینا خونگرم نبودن. خزنده هایی بودن که روی 2 پا راه میرند، شکارچی هستند، شکارچی های شبیه دایناسورهای گوشتخوار یا گیاهخوارای شبیه دایناسورهای گیاهخوار که حتی منقار داشتنشون هم شبیه اوناست، ولی فیزیولوژیشون به شکل دیگری در واقع اینها رو تونسته توی اون دوره گرمسیری تریاس زنده نگه داره. با پایان دوره تریاس و شروع اون بارندگی همه اینها منقرض میشن. فقط تمساح‌های نسلشون باقی میمونه که در آب زندگی میکردن و در حقیقت خونسرد بودن کمک کرد بهشون تا سوخت و ساز پایین‌تری داشته باشن و بتونن در حقیقت زیر آب مخفی بشن برای شکار کردن. چه جالب. چون یعنی احتمالاً مثلا غذا و اینا هم مثلا کمتر گیرشون می اومده به خاطر اینکه کنامی که اینها اختیار کرده بودن هیچ حیوان خونگرمی اینو اختیار نمیکنه. جالبه الان هم که یه گروهی از پستانداران حالت نیمه آبزی پیدا کردن مثل فوک‌ها، درست، و هر از چندی میرن زیر آب برای شکار ماهی. اینها در اون دقایقی که مشغول غواصی هستن متابولیسم بدنشون رو میارن پایین، ضربان قلب، مصرف اکسیژن و حتی دمای بدنشون رو میارن پایین تا بتونن مدت زمان بیشتری زیر آب دوام بیارن. درست. توی اون دوره فقط تمساح‌ها بودن که این کنام رو اختیار کرده بودن و همین باعث بقاشون شد. درست. یا مثلا مارها که نبودن اون زمان، مارمولک‌ها یا گروه‌های دیگری از خزندگان کوچک جثه تونستند با مخفی شدن و احتمالاً مرده‌خواری از اون واقعه جون سالم به در ببرن. ولی دایناسورها، پتروسورها و پستانداران 3 گروهی بودند که روی خشکی به واسطه خونگرم بودن بقا پیدا کردن و ایکتیوسورها و پلسیوسورها که اینها خزندگان آبزی بودند و خونگرم بودن. اینها توی اقیانوس‌ها تونستن با تکیه بر بالا بودن متابولیسم بدن خودشون از طریق شکار ماهی‌ها و حیوانات دیگه اونها هم بقا پیدا بکنن توی این بازه حساس. بعد میرسیم به دوره ژوراسیک. حالا با یک دوره روبرو هستیم که خیلی از رقیب‌های اینا حذف شدن. یعنی دایناسور گوشتخوارا تا چند میلیون سال پیش باید با یه تعدادی
تمساح دوپای گوشتخوار رقابت میکردن. دایناسور گیاهخوارا باید با یه تعداد تمساح دوپای گیاهخوار رقابت میکردن، اما الان دیگه اونا نیستن دیگه دنیا دیگه دست ایناست. و یه تعداد زیادی از خزنده های درختزی با قیافه های عجیب و غریب که بین شاخه های درخت ها گلاید میکردن، اونها هم دیگه نیستن. توی دوره جوراسیک گروه های از دایناسورهای جوراسیک میشه هولوش 100 از 201 میلیون سال پیش تا 145 میلیون سال پیش. اون دایناسورهایی که پر داشتند و گوشتخوار بودند و تونسته بودن از اون بازه زمان جون سالم به در ببرن، فرصت پیدا کردن تا یک انشعاب سازگارانه دیگه‌ای به دست بیارن و توی کنام‌های مختلف پخش بشن. و یکی از این کنام‌ها کنام زندگی در بین شاخ و برگ درختان و شکار حشرات بین درخت‌ها بود. البته اینا رقیبشون تروسورها بین درخت‌ها زندگی می‌کرد، ولی دایناسورها یه مزیت نسبی نسبت به تروسورها داشتن. مزیت نسبی دایناسورها به تروسورها این بود: تروسورها بالشون از پوست ساخته شده بود و این پوست اگه پاره میشد میتونست باعث بشه که تروسور دیگه اصلا نتونه پرواز بکنه، خونریزی بکنه، هر چیز دیگه‌ای شبیه اون و ترمیم سنگین. اما دایناسورها با کمک پرهاشون تونستن یک راه جدیدی برای پرواز به دست بیارن. هم ساختار بتا کراتینی که اون بتا کراتینی که رو بدن اینها اول کرک پرها رو ساخته بود، بعد پوش پرها رو ساخته بود و بدنشون گرم نگه داشته بود، حالا روی دستها و دمها و پاهای اینها پرهای بلندی رو به وجود آورده که خیلی از اینها از این پرها برای نمایش و انتخاب جنسی دارن استفاده میکنن. بعضی از این دایناسورها رفتن روی درخت‌ها، از این پرها شروع میکنن برای پریدن و گلاید کردن بین درختان. و موقعی که اینا با تروسورها رقابت میکنن، این پرها ممکنه آسیب ببینه، ولی پر صرفا یک ساختار پوششیه. پوستی اونجا در کار نیست که آسیب دیدگیش باعث بشه که این حیوان فلج بشه. همین حس خودمون الان هم داریم دیگه. موقعی که در مورد ناخونمون و مو و ریشمون صحبت میکنیم حس خاصی نداریم، آسیب خاصی شاید براش تعریف نشه، ولی وقتی در مورد پوستمون صحبت میکنیم ما قشنگ آسیب معنادار میشه. این مزیت باعث شد که در دوره جوراسیک دایناسورها بعد از تروسورها دومین گروه مهره‌داران باشن که توانایی پرواز حقیقی رو به دست بیارن. و این دایناسورهایی که توانایی پرواز حقیقی رو به دست آوردن، دقت کن همه دایناسورها اینجوری نشدن. یه گروه از دایناسورها توانایی پرواز حقیقی رو به دست آوردن که اولین نمایندگان اینها دایناسورهایی هستن مثل آرکیوپتریکس یا مایکروراپتور، دایناسورهایی که خیلی به اون ولاسیراپتور حقیقی، نه اونی که توی جوراسیک پارک به ما نشون دادن، به ولاسیراپتور حقیقی خیلی نزدیک بودن. و حتی برخی از پژوهش‌ها نشون میده که احتمالاً بچه‌های ولاسیراپتور و داینانیکوس و خیلی از این شکارچی‌های دونده زمینی قبل از بلوغ بین شاخه‌های درخت‌ها توانایی پرواز داشتن. جالبه، یعنی اینا وقتی که به دنیا میومدند مثل جوجه مرغ میتونستن مستقل حرکت کنن، نیازی نبود که غذاشون رو مادرشون بهشون بده و اینا فقط برای حفاظت مثلا دور مادر یا پدر جمع میشدن و جوجه ها پر میزدن میرفتن بالای شاخه درختا و در حقیقت موقعی که به دنیا میمدن توی تخم شاهپرهاشون کامل شده بود. مثل جوجه مرغ نبودن که باید تازه رشد بکنه تا شاهپر در بیاره، اینا با شاهپر متولد میشدن و در بدو تولد پرواز میکردن بالای درخت تا زمانی که جثه‌شون بزرگ بشه. بزرگ که میشدن قدرت پرواز از دست میدادن، تبدیل به شکارچی دونده روی سطح زمین میشدن. عجب. پرنده ها اینجا در واقع پیدا شدن، یعنی این دایناسورهایی مثل آرکوپتریکس مثل مایکروراپتور در واقع اینها نخستین دایناسورهایی هستند که نمایندگان امروزیشون هنوز روی کره زمین باقی مونده که ما بهشون میگیم پرنده ها. بقیه دایناسورها چی؟ همه دایناسورها که رو درخت زندگی نمیکنن، همه هم پرواز نمیکردن.
یه نکته جالبی در مورد خیلی از دایناسورها وجود داره، اونم این که خب دایناسورها جثه های بزرگی داشتن، بعضن جثه های بزرگی داشتن. یه زمانی موقعی که میخواستن برای ما تعریف کنن که همه دایناسورها غول پیکر نبودن، میگفتن دایناسورهای کوچولو هم وجود داشتن. دایناسور کوچولو، آره دقیقاً. خب حالا امروز ما در مورد این دایناسورهای کوچولو یه نکته جالبی میدونیم. خب یکی از این دایناسورهای کوچولو که خیلی هم مشهوره و بچه‌ها همه میشناسن کامسوگناتوسه. از اون دایناسور کوچولوهای مشهور که توی جوراسیک پارک یا تو کتابای علمی اصلا مثال مشهوریه برای دایناسورهای کوچولو. امروز میدونیم که کامسوگناتوس در حقیقت بچه یک دایناسور 7-8 متری بوده. عجب. اون دایناسور 7-8 متری رو ما هنوز پیدا نکردیم، ولی در حقیقت بچه بقیه دایناسورهای 7-8 متری که به مرور فسیله ازشون پیدا شده به ما نشون میده که اون دایناسور 7-8 متری ها زندگیشون رو به صورت دایناسورهای کوچولوی مثل کامسوگناتوس شروع میکردن و در طول رشد سبک زندگیشون تغییر میکرده. چه دایناسورهای گیاهخوار چه دایناسورهای گوشتخوار. دایناسورهای گیاهخوار وقتی که به دنیا می اومدن از تخم‌هایی به اندازه یه دونه گریپ فروت به دنیا اومدن. مثلا تصور کنید دایناسوری که مثلا 25 متر 30 متر 35 متر طول بدنشه، تخم انقدری مثلا از یه تخم انقدری به دنیا میاد. عجب. و خب این حیوانی که انقدری به دنیا میاد چقدر طول میکشه تا به سن بلوغ و به اندازه‌ای برسه که بتونه 30 متر بشه. اگر با سرعت رشد یک خزنده امروزی حساب بکنیم یه چیزی حدود مثلا 500 تا 1000 سال. 500 تا 1000 سال. خب ولی خب سرعت رشد دایناسورها اندازه خزنده ها نبوده. اگه با سرعت رشد یک پستاندار امروزی در نظر بگیریم یه چیزی حدود 50 سال. 50 هم عدد معقولی نیست. یعنی یه حیوان 50 سال بعد عمر کنه تازه به بلوغ برسه. سرعت رشد اینها در حقیقت خیلی زیاد بوده. و اینا در طول 15 سال. یعنی اون مدت زمانی که مثلا فیل به بلوغ میرسه یا انسان به بلوغ میرسه، این دایناسور طولش به حدود 20 متر میرسیده، بالغ میشده و بعد هم به رشدش ادامه میداده و بعد از بلوغ هم رشد میکرده، برای اینکه رقابت‌های داخل گله نیازمند این بوده که این جثه بزرگتری داشته باشه تا بتونه پیروز بشه. اما نکته مهم اینجاست، این 15 سال به این معنیه که این دایناسور قبل از اینکه به اون سن و به اون اندازه برسه 15 سال داشته به عنوان یک دایناسور کوچولو زندگی میکرده. و این دایناسور کوچولو نیاز مراقبت نداشته یا نه؟ مراقبت که نمیتونه بشه از طرف گله، به خاطر اینکه انقدر جثه‌اش کوچیک‌تر از حیوانات بالغ که زیر دست پا له میشه. این دایناسورها مثل جوجه مرغ پرکوشیال بودن، یعنی مستقل رشد میکردن. ولی مسئله اینجاست، این دایناسوری که مثلا طولش 20 سانته 50 سانته 1 متر 1 متر و نیمه، این که نمیتونه مثلا گردنشو بکشه بالا از برگ درخت تغذیه کنه. اینا منبع غذاشون چیزهای متفاوت بوده نسبت به چیزهایی که دایناسورهای بالغ میخوردن. گیاهای علفی کوتاه قامت، شاید قارچ‌ها و به احتمال زیاد حتی از حشره‌ها تغذیه می‌کردن برای اینکه بتونن به سرعت رشد کنن، وزن بگیرن و به سن بلوغ برسن، تازه تا بتونن از برگ درخت تغذیه کنن. به نوعی میشه گفتش که بیشتر این دایناسورها زندگی دوگانه داشتن. انگار یه جورایی متامورفوزیس یا مثلا انگار دگردیسی مثلا انگار داشتهشون رخ میداده. یه همچین فاز لاروی ابتدایی بره برای خودش غذا به دست بیاره، بزرگ بشه و بعد لاروی نمیشه گفت، شبیه ولی آره. انقدر با دایناسورهای بالغ متفاوت بوده سبک زندگیشون که گاهی اوقات ما این فسیل‌های دایناسورهای نابالغ رو به عنوان گونه‌های مجزایی شناسایی کردیم، ولی اشتباه کرده بودیم. آره، نمونهش همین کامسوگناتوسه. درسته. ما امروز میدونیم که چه اون دایناسورهای کوچولویی که کوچولو که حالا یعنی کوچک جثه یا با جثه متوسط مثل ولاسیراپتور، مثل داینونیکوس که اینا مثلا جثهشون به اندازه گربه و بوقلمون و سگ و گرگ و اینا بوده، اینا
با وجود اینکه رشدشون سریع بوده اما همچنان قبل از بلوغ سبک زندگیشون متفاوت بوده. قبل از بلوغ پرواز میکردن، بعد از بلوغ قدرت پرواز از دست میدادن. جالبه. اونایی که جثه های بزرگ داشتن و مثلا شکارچی هایی که طولشون 12 متر بوده، اینها هم قبل از بلوغ شکارچی های کوچولویی بودن که حشره میخوردن، حیوانات کوچیک رو شکار میکردن، چه بسا گله‌ای زندگی میکردن، ولی آروم آروم جثه‌شون بزرگ میشد، شکارهای دیگری رو انتخاب میکردن تا اینکه تبدیل میشدن به شکارچی های بزرگ کمینگری که زیاد دنبال شکار نمیدویدن، از قدرت زیاد آرورشون استفاده میکردن برای اینکه یک دایناسور گیاهخوار رو مثلا غافلگیر کنن، شکارش کنن. جالبه. خب حالا نکتهش کجاست؟ و علاوه بر اینها تعدادی زیادی از دایناسورهای گیاهخوار با جثه بزرگ که اینها زندگیشون رو به شکل دایناسورهای حشره‌خوار کوچولو شروع میکنن. یعنی بازم یعنی سبک زندگیشون دوگانه است و تغییر میکنه. در حقیقت یکی از پاسخهای بسیار متقن و روشن به این که چرا دایناسورها منقرض شدند ولی پرنده ها منقرض نشدن همینجا نهفته است. در اتفاقی که 66 میلیون سال پیش در پایان دوره کرتاسه افتاد، دایناسورها به این دلیل منقرض شدند که چرخه زیستی پیچیده‌ای داشتن. همونطوری که الان مثلا در شرایط امروزی زمین که گونه‌های زیادی در معرض خطر انقراض هستند، ببر و فیل و زرافه و کرگدن در معرض انقراضن. موش در معرض انقراض نیست، به خاطر اینکه یک گونه‌ایه که به سرعت تولدمس میکنه، به سرعت رشد میکنه، فرصت طلبه و نیازی به زندگی دوگانه نداره. درسته. اما ببر مثلا توی شرایط خاصی میتونه زاد و ولد کنه. فیل هر چند سال یه بار یه بچه میتونه به دنیا بیاره و کل گله باید ازش محافظت کنه. شرایطی که اینها برای یک تولید مثل موفق دارن شرایطی که بسیار خاص و پیچیده است و کوچکترین تغییری توی محیط در این حد که مثلا یه سال خشکسالی بیاد میتونه باعث بشه که اون فیلا اون سال دیگه نتونن بچه پرورش بدن، بچهشون بمیره و اگر این یک سال بشه 50 سال همه اون فیلا به راحتی منقرض خواهند شد. ما امروز داریم با دست خودمون شرایط رو اینطوری فراهم میکنیم. اتفاقی که باعث انقراض دایناسورها شد نه یک یخبندان وحشتناک بود، نه یک قحطی وحشتناک، هیچ کدوم از اینا نبود. اتفاقی که برای دایناسورها افتاد این بود که هر حیوانی که وزنش از 10 کیلوگرم بیشتر بود مرد. به خاطر اینکه حیوانات، یعنی نه فقط دایناسورها، هر حیوانی که وزنش از 10 کیلوگرم بیشتر بود و هر حیوانی که وزنش از 1 کیلوگرم کمتر بود زنده موند. به خاطر اینکه اون حیوانات زیر 1 کیلوگرم زندگی خودشون رو به یه شکلی آغاز می‌کردن و ظرف 1 ماه به شکل والدینشون بالغ می‌شدن و میتونستن دوباره بچه دار بشن. توی شرایط سخت اونی که کم هزینه تر بالاخره زندگی میکنه و سریعتر بکنه. پرنده ها تنها گروه دایناسورها بودن که اون زندگی دوگانه رو نداشتن، یعنی خیلی تجملی در دوره کودکی و نوجوانی و بزرگسالی نیازهای خاص و اختصاصی نداشتن. درسته. پستانداران گروه دیگری بودن که باز تونستن از اون مرز بگذرن. تمساح‌های آبزی گروه دیگری بودن که تونستن از اون مرز بگذرن. اما گروه‌های زیادی از جمله مثلا خیلی از پرنده هایی که جثه های بزرگی داشتن در همون دوره، پتروسورهایی که جثه های بزرگی داشتند، دایناسورهایی که وزنشون بیشتر از چند کیلوگرم بود، اینا همشون مردن به خاطر اینکه کافی بود یک حلقه ای از حلقه های ضروری برای رشد چندگانه اینها از بین بره. و این اتفاق باعث شد که گروه‌هایی بمونن که همگی گروه‌های فرصت طلب و سازشکار محسوب میشن توی محیط زیست. و بعد از انقراض دایناسورها دوباره اونایی که مونده بودن، پرنده ها، پستانداران و خزندگان کوچک، دوباره دچار یک انشعاب سازگارانه شدن. یه تنوع فوق‌العاده بی‌نظیری بعدش دوباره به دست آورد. دقیقاً. و
اینطوریه که الان 11,000 گونه دایناسور وجود داره که همه پرنده هن. یعنی ما اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم انگار توی اون بازه زمانی بعد از اون انقراض بزرگ حول 66 میلیون سال پیش اون دایناسورها تقریبا بقیه گونه‌های دایناسورها همشون از بین رفتن و فقط اون دسته از دایناسورها که ما امروز به عنوان پرندگان میشناسیم بقا پیدا کردن. نداریم هیچ گونه‌ای احتمالاً که خارج از پرنده باشه و دایناسور باشه و امروز زنده مونده باشه. نه، دنبالش خیلی گشتن به این امید که یه چیزی پیدا کنن، ولی نه، بعیدم هست که چیزی تا حالا مونده باشه و از چشم ما دور مونده باشه. هیچ فسیلی هم تو این 66 میلیون سال از خودش به جا نگذاشته باشه. در حقیقت تا حالا هیچ فسیلی از دایناسورهای غیر پرنده بالای رسوبات 66 میلیون سال پیش پیدا نشده. درست. ولی به هر حال این حالا قصه‌ای که من برای شما تعریف کردم تقریبا اون چهارچوب ذهنی که امروز ما در مورد دایناسورها داریم رو برای ما باز میکنه و نشون میده که ما اون تحول فکری که پیدا کردیم در شناخت و تفسیر حیات چی بوده. درست. و این تحول فکری اتفاقا تحولی هستش که برای ما راهگشاست. یعنی ما میتونیم امروز بفهمیم که چرا بعضی از گونه ها در معرض انقراضند و اگر انقراضی رخ بده چه اتفاقی بعدش خواهد افتاد. ما امروز میدونیم که انقراض خیلی از گونه های بزرگ پستانداران و حتی پرنده ها و خزنده ها دیر یا زود اتفاق میفته، مگر اینکه ما به طور مصنوعی بتونیم مثلا اینها رو کلون کنیم نگه داریم تو باغ وحش. اما توی طبیعت واقعا با این بلایی که ما سر طبیعت آوردیم سخته. خب بعدش چی میشه؟ احتمال زیادی وجود داره که اگر انسان نتونه مثلا راهی برای ترک زمین پیدا بکنه، خود انسان هم در سلسله ای از وقایع فاجعه بار نسلش منقرض بشه. بله. و بعد چه اتفاقی بر حیات روی زمین میفته؟ هیچ نمیشه. هیچ اثری از انسان باقی نخواهد موند. زخمی که انسان به زمین زده هم ظرف 10 تا 25 میلیون سال آینده طوری ترمیم میشه که تنوع زیستی دوباره برمیگرده به دوره اوج خودش پیش از پیدایش انسان. این دوره اوج هم میتونه هم اون اوجی که در دوره پستانداران مثلا 30-40 میلیون سال پیش تجربه کرده زمین شبیه باشه، هم میتونه به اوجی که در دوره دایناسورها تجربه کرده برمیگرده به دوره اوج خودش. گونه های جدید، گیاهخوارهای غول‌پیکر، گوشتخوارهای بزرگ، شکارچی‌های کمینگر، شکارچی‌های مختلف، اینها دوباره تکامل پیدا خواهند کرد و احتمالاً حیات به این شکلی که ما میشناسیم تا حدود 100 میلیون سال دیگه هم روی زمین باقی خواهد موند. اما از حدود 100 میلیون سال دیگه میزان گرما و تابش خورشید اونقدر زیاد میشه، این ربطی به اون ماجرای غول سرخی که 5 میلیارد سال دیگه به وجود میخواد بیاد نداره. درسته. تابش خورشید در طول عمرش هی داره بیشتر و بیشتر میشه. 100 میلیون سال دیگه احتمالاً انقدر زیاد میشه که آب مایع دیگه روی کره زمین باقی نخواهد موند و حیات ماکروسکوپی که ما میشناسیم حد اکثر 100-150 میلیون سال دیگه باقی خواهد موند. حدود 200 تا 500 میلیون سال آینده حیات میکروبی در لایه‌های زیرین زمین احتمالاً باقی خواهد موند و بعد شاید همون هم از بین بره و زمین دچار یک چرخه گلخانه‌ای شدیدی بشه، تبدیل بشه به یک چیزی شبیه سیاره زهره. جالبه. خب میخوام به چی برسم؟ اینکه ما درصد قرار با من انسان یه روز بمیریم بالاخره هر کاری بکنیم. ولی ببین چیز دیگه میخوام بگم. ببین زمین از این مدت طولانی که از عمرش میگذره 4 میلیارد و 600 میلیون سال، حالا 400 میلیون سال هم از جلو در نظر بگیریم که به عمرش اضافه بشه، بگیم 5 میلیارد ممکنه حیات روی زمین ادامه پیدا بکنه. در طول این بازه زمانی فقط 500 میلیون سالش حیات ماکروسکوپی قابل دیدن وجود داشته. قبلش فقط میکروبا بودن. درست. بعدش هم فقط میکروبا خواهند بود و 5 میلیارد سال آیندهش تا زمانی که دیگه خورشید به غول سرخ تبدیل بشه و
زمین رو کاملا ببلعه و زمین توی خورشید مستحیل بشه، زمین یک سیاره عاری از حیات ماکروسکوپی بوده و خواهد بود. و اگه شما از کنار سیاره زمین بگذرید اصلا فکرش هم نمی کنید که این یک زمانی یک سیاره آبی بوده، پر از حیات، پر از داستانهای هیجان انگیز از تکامل موجودات زنده. حالا الان ما به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم، اینور نگاه میکنیم میبینیم زهره است، اونور نگاه میکنیم میبینیم مریخه. خب نکته اینجاست که شاید ما نمیدونیم که زهره 1 میلیارد سال پیش شرایطش چی بوده. واقعا شاید مثلا اون چه که در زهره داریم میبینیم این قدمتش حداکثر به 100 میلیون سال برسه. یعنی تا 100 میلیون سال پیش سطح زهره توانایی پشتیبانی از حیات داشته و شاید همین الان هم مثلا توی ارتفاعات ابرهای زهره، جایی که فشار و دما و میزان گازهای سمی انقدر کم هست که بتونه از بذر حیات نگهداری بکنه، شاید هنوز هم مثلا شکلی از حیات میکروبی توی ارتفاعات ابرهای زهره، بالای ابرهای زهره وجود داشته باشه یا زیر خاکهای مریخ، یا شاید در آینده حیات ماکروسکوپی در مثلا قمرهای زحل مثل اروپا شکوفا بشه، یا شاید همین الان هم شکوفا شده باشه، یا شاید در گذشته بوده. مسئله اینجاست که ما تصور میکنیم شرایط امروزی زمین ازلی و ابدیه و اگر در دنیاهای دیگه، در سیاره‌های دیگه یک چنین شرایطی نمیبینیم، فوری یه خط بطلان میکشیم که نه فقط زمین خودمون. اصلا اینجوری نیست. اتفاقا زمین خودمون مثال بسیار خوبی از این که چقدر بازه زمانی که برای پشتیبانی از حیات میتونه روی یک سیاره وجود داشته باشه کوتاهه. حالا یه بحث علمیمون که به اینجا رسید، دوستم یه سوالی که نسبتا اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسانه حساب میشه شاید بپرسم ازتون، اینم که در طول این روند یه جوری سر تکون میدم میگم انگار مثلا من بلدم. اختیار داری. این در طول این روند تاریخی چی شد که انسان‌ها توی نوشته هاشون، تو داستان هاشون، توی فیلم هاشون، حتی توی آموزش به کودکان، همه چی این دایناسورها خیلی بولد شدن توی این داستان ها؟ به خاطر اینکه ما به طور غریزی به چیزهایی که بزرگ باشن، به چیزهایی که قدرتمند باشن همیشه علاقه داریم. درست. یعنی این از اون تصور کودکانه ما نسبت به والدینمون شروع میشه که اونها رو قوی ترین و باحالترین و داناترین و عاقلترین موجودات زندگیمون میبینیم. بعد بزرگتر میشیم حس میکنیم که نه، اونا اونقدر هم که ما فکر میکردیم قوی و عاقل و بزرگ و اینا نیستن. حتی ممکنه فکر میکنیم که چیز زیادی از زندگی نمیدونن، تا اینکه آروم آروم به سن میان سالی که برسیم آروم آروم متوجه میشیم که نه، مثل که حق با پدر مادرم بوده. خب حالا داستان دایناسور هم همینطوره. بچه ها از سن کودکی وقتی که با یک حقیقتی روبرو میشن که یک زمانی موجودات غول‌آسایی در زمین وجود داشتن و حالا به یه دلایلی هم از بین رفتن، اسرارآمیز، خیلی ماجرا، بسیار نسبت به اینها جذب میشن. و جالب اینجاست که بیشتر بچه‌ها سوالهایی که درباره دایناسورها میپرسن درباره اینکه کدوم قوی‌تره، نمیدونم طولش بیشتره، وزنش بیشتره، نمیدونم اگه این دوتا با هم بجنگن کی برنده میشه. این میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه ذهن بچه‌ها آماده بشه و هدایت بشه به سمت شکل‌هایی از تفکر نقادانه و تفکر علمی. و واقعا کارهای پژوهشی که انجام شده نشون میده بچه‌هایی که در دوره کودکی با دایناسورها و نگاه علمی به دایناسورها ذهنشون پرورش پیدا کرده، اینها هم توانایی زبانی، توانایی ارتباطیشون توسعه بیشتری پیدا میکنه در سالهای بعد، هم توانایی شهود و ادراک ریاضیشون رشد بیشتری پیدا میکنه و هم هوش طبیعیشون نسبت به موجودات زنده، نسبت به طبیعت، نسبت به کار و زندگی در کنار موجودات زنده
رشد زیادی پیدا میکنه. این در صورتی هستش که بچه‌ها رو ما به جای اینکه چشم و گوششون رو با چیزهای تخیلی و حتی این گودزیلا ورس رو نمیدونم شما دیدید دانا، کینگ کنگ و گودزیلا و اینا قشنگ چنین انگار سناریوهایی که خوراک بچه هاست دیگه. اونا همون چیزاییه که نه اینکه نباید، ولی باعث میشه که بچه هایی که با این جور دنیاهای خیالی ذهنشون عجین میشه منطق حاکم بر دنیای واقعی رو سخت‌تر درک بکنن و تصورشون این باشه که مثلا یک قهرمانی قراره بیاد و این مثلا با حضور خودش، به صرف حضور خودش مثلا همه مشکلات رو حل بکنه. این تصور دقیقاً باعث میشه که ذهنیت نادرست و انتظارات غیر حقیقی از جهان اطراف داشته باشیم. اگه دقت بکنی میبینی که الان مثلا یه همچین معضلی تو جامعه ما وجود داره، یعنی گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف همشون به نوعی منتظرن که یکی از نجات بخش‌های مورد علاقه‌شون مثلا از راه برسه و از فردا همه چی دیگه درست بشه. فلانی بیاد این درست بشه، اون یکی بیاد نمیدونم اون فلان کارو بکنه، اون یکی بهمان کارو بکنه. این تصور غیر واقعی ما، پاسخ‌های ساده برای مسئله‌های پیچیده. این به خاطر اینکه ما ذهنمون رو به جای اینکه با ادبیات علمی و با شناخت سازوکار حاکم بر جهان پرورش بدیم، با چیزهای تخیلی و قصه های بدآموز در حقیقت پرورش دادیم. اما وقتی که صحبت از دایناسورها میشه، بجز این چیزهایی که مثلا مثالهایی که زدی یا چه دنیای جوراسیک و اینا واقعا محتوای مزخرفی دارن و اصلا هیچ جوری اصلا یه تعریفی تو ذهن مخاطب شکل میده دایناسور که دایناسور یعنی خزنده گنده. آره یعنی اونا رو بذار کنار. یعنی تا یه بازه زمانی طولانی هم باید تلاش بشه که آقا به طرف بفهمون که اصلا آقا خزنده گنده نیست دایناسور، بعد حالا تازه یا اگر هم باشه اونجوری که فکر می‌کنی نیست. آره. فارغ از این دنیاهای تخیلی و بدآموزی هایی که از این دنیاها نصیب آدم ها میشه، اون ادبیات علمی، اون آشنایی و مطالعه علمی نسبت به این موجودات واقعا میتونه باعث رشد ذهنی، هوش ریاضی و توانایی های زبانی و گفتاری بچه های ما بشه. به شرط اینکه ما آنها رو با واقعیت عجین بکنیم، نه اینکه هر چیزی که توی رسانه منتشر میشه، هر فیلمی که مثلا از هالیوود میاد بیرون ما این رو فکر کنیم این چون توش دایناسور داره پس این حتما خوبه. نه، منظور مطالعه علمی و نهایتا مثلا استفاده از مستندهای علمیه. بچه ها نسبت به اونا هم همون واکنشا رو دارن و این فرانچایز های تجاری و اینها نباید گولمون بزنه. خیلی عالی بود، ممنونم. برای من که بسیار مفید بود امروز، امیدوارم که برای مخاطبان مفید بوده باشه. اگر صحبتی هست در خدمتتون باشین. خیلی ممنون، زنده باشین. خیلی برای من افتخارش برای من بود که در خدمت شما بودم و همچنین افتخارش برای من بود که در خدمت بینندگان شما بودم، بچه‌های علاقه‌مند به زیست شناسی، بچه‌های علاقه‌مند به المپیاد زیست شناسی. البته من توصیه‌ام به همه بچه‌های علاقه‌مند اینه که تا میتونید از این درساتون فرار کنید. درس نخونن. کلا درس خوندن اشتباهه. کلا درس نخونید مگر اینکه یک هدف مشخصی توی اون درس داشته باشید. فقط همون به نظر من اهمیت داره. بقیهش الکیه. نمره و درس و مدرسه و دانشگاه و اینا رو برید. خیلی ممنون. خستم نباشید. خدا نگهدارتون باشه.